تگاب پتخین 5 اکتبر سال 2024 ساعت 10:30 روز اکسپدیسی ما گیاهای شفابخش تگاب پتخین را آموخته ایستاده است. بینید چقدر گیاهای شفابخش در اینجا خشک شده می رود. مردم جمع آوری نمی کنند. کمیته جنگل اهمیت نمی‌دهد. چقدر بویگری ما برهم می‌خورد. بعد 2-3 هفته از این گیاه ها نام و نشان نمی‌ماند. من اینجا خیرس اومده چهارمغز درختش شکسته خوردگی. موضع دمگیر از مسافه بید قدوق تا دمگیر آب خشک شدگی هست. آب زیر زمین سنگاقتی میرد، آب نیست. ملتخی من نوارده